وقتتون بخیر. همونطوری که وعده داده بودیم امشب سعی میکنیم که قسمت دوم سناریوی ساقط کردن هواپیمای اوکراینی را تحلیل بکنیم. اتفاقاتی که ما در همان زمان در 11 ژانویه 2020 در هنگام سناریوی هواپیمای اوکراینی تحلیل کردیم. امروز و دیروز خبرهایی از طریق روزنامه شرق که بعد مورد پوشش رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم واقع شد، مثل BBC و ایران اینترنشنال، و متقاعد اون تکذیبیه ضعیفی که سخنگوی سپاه پاسداران در این مورد داشتند. و داستان از این قرار بود که والدین 2 نفر از سرنشینان این هواپیما گفتند که سردار سلامی به دیدار آنها آمده و گفته که فرزندان شما اگر نمی بودند ما جنگی با 10 میلیون کشته داشتیم. حالا ما میخوایم این داستان رو بررسی بکنیم، به خاطر اینکه ما حافظه تاریخی نداریم و ذهنیت ما بر ساخته دست رسانه‌های بزرگ است و کانون‌های قدرتی که ما رو مورد بمباران‌های مختلف قرار می‌دهند تا اراده ما را منحرف بکنند، تا افکار ما را مسموم بکنند. ما سعی می‌کنیم کرونومتری وارد داستانی بشویم. دولت یهود ایرانی می‌خواهد با سرکردگی ارباب بزرگش آمریکا وارد فاز سوم خود بشود. من اینجا اشاره میکنم به اینکه این پیشورزی که در این سرزمین دولت مستقلی هست و این دولت با ایالات متحده آمریکا دشمن است، باعث عقیم شدن عقل در سرزمین ما شده. روایت جمهوری اسلامی کورپوریشن یهود آنوسی ایرانی روایتی است که در پی پارادایم شیفت 57 توسط ایالات متحده آمریکا با ساختن چهره‌ای به نام خمینی بر این سرزمین سوار شد. سپاه پاسداران مولود ناقانونی و حرامزاده این روایت تا به امروز دارد در این صحنه بازی می کند. اما سپاه پاسداران یک سری معایب هم دارد و یک سری مهارها می خواهد. خب من به خاطر اینکه یادآوری بکنم اون داستان رو و قضایا رو بیاد شما بیارم و بعد به خواندن این پرونده ها بپردازم، دقایقی رو از دیبیتی که در کانال تلگرامی ما در پیج فیسبوکی من موجود است تحت نام تحلیل سناریوی ساقط کردن هواپیمای مسافربری به تاریخ 11/1/2020 رو براتون پخش میکنم و بعد به این داستان میپردازیم. ما فکر میکنید کیهان منفورم، ما کیهان در راستشو میگه. آمریکا خودش دستور میده که بزنید، بعد خودش هم اعلام میکنه که ما فهمیدیم. اما آقای ترامپ شما چطور فهمیدی از کرمانشاه موشک به طرف شما هم میاد، پایگاه هوایی این رصدتون؟ شما چطور دفاع هوایی نداشتید؟ چطور موشک‌های ایران رو اون زمانی که میخواستن مرز هوایی عراق رو طی بکنن نابود نکردی؟ چرا نکردی؟ حالا برگردیم به مسئله هواپیمایی که زدن، عین همون ایرباسی که بر فراز خلیج زدن. وقتی که صدام حسین میتوانست خمینی را از زانو در بیاره و میتوانست تهران رو فتح کنه، همون تحلیل درستی که صدام حسین به مجاهدین داد. خب اینها سابقه تاریخی داره و تمام اینها قبلا آزمایش شده و من به این تاریخ خواهم پرداخت. داستان هواپیمای اگر اشتباه نکنم 655 ایرباسی که در 10 تیر ماه 1367 مورد اصابت موشک ناو وینسنت آمریکا قرار گرفت. 10 تیر ماه 1367. من به این تاریخ 67 برخواهم گشت.
فقط میخوام اینها رو به یادتون باشه. اینی که سلامی میگه که ما بچهای شما رو کشتیم به خاطر اینکه جنگی نشود که 10 میلیون نفر درش نابود بشه داستان داره و ما به این خواهیم پرداخت. عملیات فروغ جاودان رو کردن. البته اشتباه کردن. اینی که ایران ضعیفه، جمهوری اسلامی ضعیفه و خیلی ضعیفه و تهران قابل فتحه. خب ببینید، حالا اینا ناگهان یک روز پس از زدن هواپیما یک کارشناس نظامی در کانادا می‌نویسه این رو با سامانه موشکی فلان روسی زدن که قدرتش 6000 تا 12000. ببینید، سامانه دفاع هوایی بایستی توسط وزارت دفاع و از وزارت دفاع دستور و فرمان میگیره. اگر علی خامنه‌ای همچین فرمانی رو داده باشه، این دستور نفوذ میکنه. یعنی امکان داره بروز بکنه در رسانه ها. شما همزمان با این یه ویدیو میبینید که شخصی با موبایل خودش وقت اصابت موشک رو به هواپیما رو نشون میده. حالا سوال اینه، چند نفر در ایران علافن شب و روز موبایل هاشون رو در آسمان قرار دادن که این صحنه رو فیلم برداری کنن؟ خب این مگر کسی دیوانه باشه کارش ضبط کردن آسمان باشه شب و روز، ناگهان این تیکه رو برداشته باشه، اونم از اون نقطه، از اونجا؟ مگر ممکنه کسی خبر از عملیاتی نداشته باشه بعد فیلم برداری بکنه؟ سوال دیگه اینه که چرا این هواپیما رو مثلا بر فراز کوههای البرز نزدن؟ چرا بر فراز دریای خزر نزدن؟ چرا بر فراز تبریز نزدن که از فرودگاه هم دور شده باشه؟ و ببینید اینا مثلا میگن که ما اشتباه کردیم به خاطر اینکه امکان دادیم این کار آمریکاست. ببینید اگه هواپیماهای آمریکایی آمده باشن و در اون سایز و شکل هواپیمای B-52 باشه، باید شما لحظه ورود به آسمان ایران رو در رادار داشته باشید. ناگهان این هواپیما چطوری تو تهران ظهور پیدا میکنه در سیستم راداری و شما هیچ سابقه ازش نداری و مورد اصابت قرارش میدی؟ چرا 4 روز کتمان میکنی؟ سپاه میاد کتمان میکنه میگه ما نبودیم، بعد یهو یک سری قطعات رو نشون میدن به عنوان قطعات موشک. ببینید کلاهک جنگی موشک در سر موشک قرار داره. وقتی شما هدفی رو با موشک میزنی تمام بدنه موشک نابود میشه. اینا اومدن وسط 2 تا جوب یه عکسایی گرفتن گفتن این سر همون کلاهک موشکیه که میگن موشک روسی آقای کانادایی گفته اینه به ما برخورد. خب این سر جنگیشه که این بایستی منفجر بشه، چطور این افتاده پایین؟ حالا ما سناریو خودمون رو بگیم. بر اساس این داده هایی که من برای شما گفتم ما میگیم داستان چیه. ما حدسمون اینه. حالا برای اون دسته از اون سپاهیای حل در ولایتی که از این روزا توسط علی خامنه‌ای و جانشینش به سلابه کشیده میشن، اون مراجع تقلید شیعه، اون انتر و منترهای دست بیت رهبری در سیستم که قرار حذف بشن بدانند این موشک رو کسی از بیت رهبری زده. فقط هم بیت رهبری میداند. موشک هم از نوع موشک‌های شانه حمل کن بوده. چرا؟ به خاطر اینکه مجبور بوده، راداری نداره، مجبور بوده نزدیک باند فرودگاه هواپیما رو مورد اصابت قرار بده. چون این اگر توسط وزارت دفاع بود براشون ردگیری این هواپیما مشخص بود، میتونستن در مرزها بزننش و بگن فکر کردیم B-52 ورود میکنه زدیمش. توجه میکنید چرا بر فراز فرودگاه میزنن اینو؟ به خاطر اینکه اونی که در این رو میزنه رادار نداره، بایستی مسیر هواپیما رو تعقیب بکنه و بتونه از همون رادار کوچکی که موشک داره استفاده بکنه. خب کی اون فیلم رو گرفته برای BBC فرستاده؟ همون کسی که موشک رو میزنه، همون نادرست، هم بیشرفی که اون آدم ها رو تو هوا جزغاله کرد.
همونی که خودش موشک رو شلیک کرده همون داره فیلم میگیره لحظه اصابت موشک رو. ما اینو در جنگ‌های سوریه دیدیم اونی که موشک رو میزنه همزمان یکم داره از فیلم برداری میکنه. این نه پدافند هوایی، نه سپاه پاسداران، این یکی کار بیت رهبریه. چرا؟ چون تصفیه حسابهای بعدی در راه است. حالا ماجرای این هواپیمای مسافربری تموم نمیشه. ببین کیهان میگه کار آمریکاست، راست میگه نقشه آمریکاست، پروژه آمریکاست. آمریکا خودش هم میاد میگه اینو با موشک زدن، خودش هم میاد فیلم طرفی که موشک رو زده انتشار میده. BBC خودش این کار رو میکنه. کار آمریکاست، کار بیت رهبریه. حالا این ماجرای موشک پراکنی، این هواپیما و سقوط هواپیما ادامه پیدا میکنه. خب من بایستی اینجا یک سری توضیحات رو بدم. ببینید همونطوری که ما ثابت کردیم سال 57 چیزی به نام انقلاب اتفاق نیفتاده است و این یک پروژه مهندسی شده برای گذار به جمهوری اسلامی است و آیت الله خمینی نه توان مردم سازی دارد نه متن مردم ساز دارد و آیت الله خمینی توسط ایالات متحده آمریکا و نوکرانش برجسته می شود تا این روایت جمهوری اسلامی را بر جامعه ما سوار بکند. و همچنین ما ثابت کردیم مولود این جمهوری اسلامی که باعث تثبیت و اقتدار شد سپاه پاسداران یک مولود ناقانونی و یک موجود باسترد است که این سرزمین رو در تصرف خود و در گروگانگیری خود نگاه داشته است. مشتی مأموران اجانب از طرف اربابان جودو کریستیانیتیشون این سرزمین رو به گروگان گرفتند و مردمان این سرزمین رو. حالا عین همون سناریو رو از 5 سال پیش و مشخصاً بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی دارن تعقیب میکنن. یعنی گذار از جمهوری اسلامی به دولت ماندگار و الهیاتی و ابدی که بر گرده های مردمان این سرزمین سوار بشود. به همین خاطر اون شامورتی بازی هایی رو که 56 تا 57 انجام دادند رو به نحو دیگری به صورت گسترده تر دارن انجام میدن. ما از 5 سال پیش در مقابل اینها ایستاده ایم و اجازه نمیدیم که مردم رو ابزار این کار بکنند. حالا شرح میدیم داستان رو. این تحلیلی بود که من یک فراز کوچکی از این تحلیل رو برای شما پخش کردم و من میخواستم بدانید که و اشاره کردم به این که زدن این هواپیما توسط سپاه پاسداران نبوده، توسط کسانی فرستاده شده از بیت رهبری بوده و داستان گروکشی از سپاه پاسداران است. و اون کسی هم که فیلم برداری کرده همونیه که با اون تیم موشک‌های روی شانه‌ای برای زدن این هواپیما فرستاده شدن و اونجا اشاره کردم که زدن هواپیما بر روی باند فرودگاه در ارتفاع 6000 پایی فقط و فقط به این خاطر است که قابل ردگیری توسط رادار نبوده و این سیستم پدافندی نبوده، بلکه کسی که این هواپیما رو بایستی میزده بایستی هواپیما رو میدیده با امکانات کمی که داره. و اینجا سپاه پاسداران چند روزی کتمان کرد، 4 روزی کتمان کرد و در حیرت و بهت بود و بعد مجبور شد قبول بکنه. آمریکا خودش اومد گفت که ما چک کردیم و عکسای ماهواره رو چک کردیم و اینو با موشک زدند و خودش هم گفت این رو آمدانه نزدن. یعنی آمریکا اونجا نیت خانی کرد از برادران کارمند خودش و گفت که با موشک زدن اما خب عمد نبوده و کانادا هم همین حرف رو زد و داستان رو تعقیب کردن. ما گفتیم که کنترل کردن و مهار کردن سپاه توسط آمریکا و بیت رهبری آغاز شده
ببینید این داستانی که مثلا میخوان دولت رو امنیتی بکنن، نظامی بکنن، این کار خود بیت رهبریه. اینی که تو عده‌ای درجه دار سپاهی کهنکار دارای یک تاریخ جبهه رفته‌ای که یک سری نیرو هم دارند، لباسهای غیر نظامی تنشون بکنی و به دنبال قاقالیدی بفرستی به نام استاندار و فرماندار جاهای مختلف، این هم نوعی تسویه است از نوع نرمش. اینی که شما یک حاکمیت داشته باشی با یک رهبریتی به نام خامنه ای و این حکومت استبدادی که قانونی درش معنا نداره، مولودی به نام سپاه و پاسداران غیر قانونی است، این واحد جغرافیایی به نام ایران که بایستی هویت قانونی داشته باشد، چیزی به نام قانون درش نیست که بازنمایی بکند هیچ کسی را در این سرزمین. اون وقت شما صحبت از دولت نظامی کردن چیز خنده‌داری است. به همین خاطر این سپاه رو در جایگاه متهم قرار دادن و این گزک را سپاه گرفتن و بعد سلامی را وادار کردن. ببینید هیچ کسی نمیتواند به جز بیت رهبری سلامی را وادار به دیدار با این خانواده بکند و وادار به گفتن این حرف بکند که اگر ما این فرزندان شما رو نمی کشتیم یک جنگی میشد که 10 میلیون نفر کشته میشد. خب حالا چرا بعد از 2 سال این حرف در روزنامه شرق طی یک مصاحبه آشکار میشه و بعد اینا رو BBC و ایران اینترنشنال دم میگیرن و در کنارش سخنگوی سپاه پاسداران میاد و یک دفاع بسیار رقیق و یک تکذیب بسیار رقیق میکند؟ من عین این داستان رو میخوانم و برمیگردم به کنه ماجرا. ببینید من اینجا اشاره بکنم به این که ما یک نگاه کلیشه‌ای به انقلاب داریم. ما فکر میکنیم انقلاب به این صورت است که کسی باید بیاید و مردمان بسیاری را در کنار خود قرار بدهد تا برود حاکمیتی را نابود بکند. این اون نمایش هایی که در سال 57 برای ما درست کردن یا جاهای مختلف دیگری از جهان. اما این یک داستان دیگری هم دارد. نیروهای امنیتی هیچ نظامی اینقدر نیستند که بتوانند مردمان اون سرزمین را کنترل بکنند. حاکمیت توسط نرم‌هایی که دارد و باز تولید می شود در آحاد مردمان اون سرزمین تداوم سلطه پیدا می کند. کافیست شما به جای اینکه مردم رو در کنار خود در خیابان داشته باشید، مردم رو جلوگیری ازشون بکنی در هماهنگی با اجرا شدن پروژه های حاکمیت. اصولاً این مردم به نیروهای شما تبدیل شده‌اند و ما این کار رو کردیم. این کار ممکنی که هر انقلابی میتواند بکند. ما نذاشتیم ارباب آمریکایی و نوکرانش علی خامنه ای و انبان و انصارش در سپاه پاسداران بتوانند از مردم ابزارسازی بکنند تا نمایش 57 را بار دیگری انجام بدن و تا این دقیقه ما باعث تأخیر در برنامه‌های آنها شدیم. همین هدف رو هم تعقیب میکنیم در این تحلیلی که امروز خواهیم کرد. از ما مردمانی که ابزار شده ایم، بهای سنگین داده ایم و همیشه هم سرخورده مانده ایم. و من سعی میکنم کرونومتری تاریخی را از این برای شما شرح بدم. پس قبل از ورود به داستان من سعی میکنم آنچه را که روزنامه شرق مخابره کرده بود از این ماجرا رو براتون بخونم. روزنامه شرق به تاریخ دوشنبه 20 دی 1400 شروع میکنه گفتگو با زهرا مجد و محسن اسدی لاری، مادر و پدر محمد حسین و زینب جانباختگان هواپیمای اوکراینی. گفتند با این سرتیتر: گفتند اگر مسئله هواپیما نبود جنگ میشد. خب حالا این شرحو که میده من میخوام وارد داستان بشم که چه چیزش مهمه.
میگه که چه زبانی دنبال شکایت رفتید؟ محسن اسدی لاری: ما اصلا نمیدانستیم برای شکایت چه باید بکنیم، اما زمانی که اعلام کردند که چنین امکانی هست. کی اعلام کرد آقای اسدی لاری؟ در کشوری که در ید خامنه ای است. خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح است و به قول خودشون خطای انسانی بوده. آمریکا هم گفته عمد نبوده. میری از کی شکایت میکنی؟ برای چه شکایت میکنی؟ جمهوری اسلامی میتواند اکبر هاشمی رفسنجانی را استخریب بکند و کسی جرأت نکنه حرفی بزنه و خانواده‌اش هم جرأت ابراز نظر نکنند. میتونه احمد خمینی یادگار امام را بکشه و کسی حرفی نزنه. از شما دوتا چه ترسی داره؟ از شما بازماندگان این خانواده های سرنشینان حاکم اوکراینی چه ترس و واهمه ای داره؟ جمهوری اسلامی می تواند هزاران نفر از فرزندان این سرزمین را در تابستان 67 قتل عام بکند، اثری از جنازه های آنها باقی نگذارد تا ما امروز گورهای دست جمعی را نشان بدهیم. چطوری از شماها میترسه و کی به شماها میگه که چگونه شکایت بکنید؟ ببینید، این امتداد همان سناریوست که این داستان بایستی تعقیب بشود. بیت رهبری به شما گفت دنبال این شکایت رو بگیرید. بیت رهبری با شما هماهنگ بود. ببینید، این آقایان سپاه پاسداران باسترد بدانند شمایی که در این جنایات شریک بودید و شما باعث درست کردن این هیولای خمینی شدید، خیلیاتون مثل اون سران ارتشی که همکاری کردن با بابا آمریکاشون تا گذار به جمهوری اسلامی بشود و ادعی قربانی شدن، شماها نیز قربانی میشوید. شما هیچی نبودید، یه مشت پابرهنه بی وجودی که با سپاه پاسداران وجود پیدا کردید. حالا هم خیلی پروار شدید. بعضیاتون رو بایستی سر برید و این کار رو باتون میکنن به خاطر اینکه دمتون دراز شده، به خاطر اینکه احساس قدرت میکنید، به خاطر اینکه به مراکز دیگری وصل هستید، به اندازه کافی گردنتون کلفت شده. شما باید خودتون بپرسید، شمایی که نمیدانستید این هواپیما را کی زده و این توسط سیستم پدافندی اتفاق نیفتاده، کسی از ارتش حرفی نمیزنه و نمیگه که پدافند این سرزمین در دست ارتشه و این دستور اگر از مقامات بالا می آمد این دستور نشه پیدا می کرد. چرا یک هواپیما رو بر روی باند فرودگاه در ارتفاع 6000 پایی میزنند؟ کی در اون موقع شب آماده فیلم برداری از این صحنه بوده؟ اون کسی که فیلم برداری کرده که بوده؟ و چطور برادران سربازان گمنام حفاظت اطلاعات سپاه شما این آقا رو پیدا نکرد؟ خب حالا این آقا میگه که ما نمیدونستیم چطوری باید شکایت بکنیم. بهمون گفتن چه باید بکنیم، اما زمانی که اعلام کردن که چون این امکانی هست پیگیر ماجرا شدیم. شکایتی را تنظیم کردیم که 10 صفحه بود. شکایت‌های متعددی از افراد و طبقه‌های مختلفی از سوی خانواده‌ها انجام شد که در یک چیزی مشترکند، در این که به هر حال به هیچ کدام رسیدگی نمی‌شود. ما پیگیر هستیم و خسته نمی‌شویم. زهرا مجد: متهمان اصلی کسان دیگری هستند. آنها کسان دیگری کیا هستند خانم زهرا مجد؟ مهمترین حرفی که داری میزنی اینه، متهمان اصلی کسان دیگری هستند. کی؟ خب آنها 10 متهمی را جلو دادگاه می نشانند که حتی احراز هویت نشدند. آن کسی را که آنجا نشسته و میگویند اپراتور پدافند بوده هم ما نمیدانیم واقعا خودش است یا نه. محسن اسدی لاری، آقای میخه، این آقا اپراتور نیست، فرمانده گردان است. متخصصترین فرد است در زمینه تور اموان، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه. البته او نه در روسیه که خودش سازنده است. او سالها آموزش دهنده تور اموان بوده است. چطور امکان دارد که یک سامانه ای را در جایی که قبلا هم تجربه استقرارش را داشتند بگذارند و چون این خطایی صورت بگیرد؟ حالا
میگه که ولی بعد از این همه جریان ها نزدیکی های 40 بود که از طرف سپاه خیلی اصرار شد که به دیدن ما بیایند. از طرف سپاه خیلی اصرار شد که به دیدن ما بیایند. ما هم قبول نمی کردیم. به هر صورت یکی دیگر از اعضای خانواده را واسطه کرده بودند و به اصرار او آقای سلامی آمد. ایشان آمد و البته گفت خیلی مخفی باشد و ما به کسی نگفتیم و هیچ عکسی چیزی هم سعی کردیم پخش نشود. ایشان با معاونش آمد و چقدر گریه و زاری و اینها که کاش من در آن هواپیما بودم و کاش من رفته بودم و الی غیر. گفتم اینها کافی نیست که شما میگویید. دیدن بچه هایت که بروند مهم است. بله، ما هم همه آرزو داریم که کاش خودمان برویم. 100 برابر هر روز من و پدرش میگوییم کاش ما به جای بچه ها رفته بودیم. بعد گفتن شما میدانید بچه های شما چه جایگاهی دارند و از شهید وسط جبهه جنگ هم نقششان بیشتر است. خب همین حرف رو سخنگوی سپاه هم تایید میکنن. شهید جبهه جنگ وسط جبهه جنگ برای این نیست که گوشت دم توپ مرده، احیانا به خاطر اینکه دفاع کرده از هجوم خارجی به این سرزمین. و اگر نمیگفت از شهدای تصادف صنعات و نمیدونم از این چیزها یا از زلزله زدگان بم. چرا وسط جبهه؟ همین جمله رو سلامی گفته و سخنگوی سپاه هم همین رو میگه. خب حالا هی توصیف وسط جبهه جنگ و وسط خط مقدم و میگفتند میدانید اگر اینها نبودن چه جنگی میشد. گفت اگر این اتفاق نمی افتاد 10 میلیون جمعیت کشته می شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد. حالا همین رو تکذیب میکنن. BBC تکذیبیه رو هم منتشر کرده. من همین رو براتون میخونم. البته من سعی میکنم از تصنیم براتون این رو بخونم. باز نمیشه. خب تصنیم در 20 دی 1400 ساعت 17:02 روایت سردار شریف از دیدار فرمانده کل سپاه با خانواده شهیدان اسدی لاری. سخنان مطرح شده خلاف واقع است. تکذیبیه به این رقت از سپاه پاسداران. سپاه پاسداران تو کی مجبورت میکنه تکذیبیه بدی؟ چرا این حرف برای تو اینقدر مهم میشه؟ چرا خود سلامی حرف نمیزنه؟ خب به گزارش خبرگزاری تصنیم به نقل از سپاه نیوز در پی انتشار گفتگوی زهرا امجد و محسن اسدی لاری مادر و پدر گرانقدر محمد حسین و زینب اسدی لاری از شهدای پرواز هواپیمای اوکراینی و انتصاب سخنانی به سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در دیدار با آنان سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت مادر محترمه شهیدان اسدی لاری در بیان چگونگی دیدار و نیز سخنان فرمانده کل سپاه با وی و همسرش دچار اشتباه شده اند و پس از گذشت حدود 2 سال از این اتفاق بهمن 98 نقل ناقص جهتدار و تحریف شده ای را ارائه کردند. آقای شریف کی پشت این خانم امجده؟ چرا این خانم 2 سال سکوت کرده و بعد از 2 سال میاد این حرفا رو میزنه؟
کدام قدرت الان در مقابل قدرت هیولایی حفاظت اطلاعات سپاه شما ایستاده که شما اینقدر محترم شدی؟ شما از کی تا حالا اینقدر محترم هستی؟ از چه چیز این دوتا استاد دانشگاه میترسید؟ شما مگر همونهایی نبودید که داریوش فروهر و پرستو رو کارد آجین کردید؟ مگر همون نبودید که پوینده رو کشتید، مختاری را کشتید؟ مگر شما همونی نبودید که بختیار رو کشتید؟ مگر شما همونی نبودید که فرخزاد را کشتید؟ مگر شما همونی نبودید که قاسملو و رجبی و تمام اینها را کشتید؟ از چه چیز این دو آدم می ترسید؟ چه چیزی باعث شده شما از اینها می ترسید؟ در این سرزمین احیانا افکار عمومی هم هست که شما ازش بترسید. از چه چیز سپاه پاسداران می ترسد؟ این کدام قدرت است که شما را اینقدر مؤدب کرده؟ وی افزود: در آن سال مدتی قبل از حضور سردار سلامی در منزل شهیدان اسدی لاری، بر اساس تصمیم سپاه تعدادی از فرماندهان و مسئولان طی برنامه‌ای مأمور ملاقات، عرض تسلیت و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدای پرواز هواپیمای اوکراینی می‌شوند و بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، سردار سلیمانی معاون بازرسی سپاه در ساعت 16 مورخ 23 دیماه 98 به دیدار خانواده شهیدان اسدی لاری می روند و پدر بزرگوار شهیدان آقای دکتر محسن اسدی لاری از سردار سلیمانی درخواست دیدار با سردار سلامی را مطرح می کنند که متقاعداً پس از طرح موضوع با فرمانده کل سپاه و تأکید ایشان مبنی بر اینکه خودم حضوراً خدمت خانواده خواهم رسید، با برنامه ریزی به عمل آمده، فرمانده کل سپاه در عصر پنجشنبه مورخ 17 بهمن 98 به همراه سردار سلیمانی، سردار شریفی و چند تن دیگر از مسئولین سپاه در منزل وی حضور می‌یابند. خب الان مسند و مصدر این خبر فقط خودتونید. خانم مجدم میگه که ما نمیخواستیم بریم، شما خودتون اومدید و اصرار کردید، واسطه سازی هم کردید، اما حالا شما مجبور شدید این سناریو رو بسازید. اینجا یه داستان مطرحه، یک آدم بزرگتری پشت این داستانه که شما اینقدر محترم شدید، اون خانم هم اینقدر با دل و جرأته و اون شخص علی خامنه ایه و علی خامنه ای سلامی را میفرستد و علی خامنه ای سلامی را وادار میکند که از این حرفا بزنه و بعد از 2 سال این خانم بیاد این حرفا رو بگه. حالا ادامه میدیم. سردار شریف با اشاره به گفتگوی سردار سلامی با خانواده شهید در فضایی حزن‌انگیز، یعنی این گریه هایی که گفت درست بود، سلامی گریه کرد و در عین حال صمیمی خاطر نشان کرد در این دیدار فرمانده کل سپاه با تسلیت و ابراز همدردی پس از شنیدن سخنان پدر بزرگوار شهیدان مبنی بر اینکه فرزندانشان دارای عقاید مذهبی بوده و در آیین‌های گرامی داشت شهید حاج قاسم سلیمانی در کشورمان نیز شرکت کرده بودند و قصد داشتند پس از عزیمت به کانادا اقدام به برگزاری مراسمی برای سردار دلها نمایند، با تمجید از تربیت چنین فرزندانی توسط این خانواده و طلب علو درجات برای شهیدان، آنها را انسان‌های ارزشمند توصیف و اجرشان را مانند شهدای وسط
میدان جنگ دانست. پس این وسط میدان جنگ درست بود. کسی که مراسم یاد بود برای قاسم سلیمانی میگیره اجرش مثل اوناییه که وسط جنگ کشته شدن؟ چرا اجرش مثل اونایی نیست که زیر دست و پا تو کرمان له شدن تو اون تشییع جنازه کذایی؟ آقای سلامی تو که میدونی در حد و قواره فرماندهی کل سپاه نیستی، ملیشک که مثل تو رو چرا اونجا گذاشتن تا ما بقیه سپاه رو به گروگان بگیره؟ این سپاه ناموجود قانونی، این بلد زنای حاکمیت، تو رو برای چی گذاشتن اونجا؟ چرا حالا مثل موش رفتی تو سوراخ سخنگو میفرستی این تکذیبی رقیق رو داره انجام میده خیلی مؤدبانه؟ به خاطر این که خامنه ای برای جانشینی خودش میخوای برات یادآور بشم اون حرفایی رو که در دیبیتی که در 11 جانیوری 2020 کردم. ما با یه شخصیت رضا پالانی روبرو هستیم که شد پدر ایران، شد سپهسالار، شد پدر ایران نوین. ایشون تراخم رو از سرزمین ما از بین برد، دانشگاه ساخت، زیربنا ساخت، مدرسه ساخت، سران عشایر رو سرکوب کرد، دولت یک دست منسجم ساخت. خیلی آدم مهمی بود. بعد ناگهان این شد رفیق آدولف هیتلر، شد رضا تریاکی، عکسای تریاک کشیش منتشر شد. گفتن این مستبده، آدم کشه، پدر سوخته است، معتاده، رفیق هیتلره. بعد دومینه گرفتن، اونم با اون ارتش پرتونتراغ رضاخانی که 45 دقیقه مقاومت نکرد در مقابل دول متفقین. شما با ترقی دستی 2 روز میتونستی مقاومت بکنی، ایشون با ارتش پرتونتراغ شاهنشاهیش 45 دقیقه مقاومت نکرد. بعد همین عنصر فاسد رو آقای معتاد پالانی مستبد رفیق هیتلر رو از قدرت خارج کردن، پسرش ولد خلفش رو به جاش گذاشتن. آقا مگه تو نمیگفتی این خاندان فاسدن، بیریشن، معتادن، چه میدونم نازیان، همکار هیتلرن؟ برای چی پسرش رو جاش میذاری؟ این همون سناریوه. این همون سناریوه که این خانم امجد میگه که کسای دیگری باستی، فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران، خود علی خامنه ای، اینا مقصرن. خب میگه که سخنگوی سپاه تصریح کرد اینکه مادر گرامی شهیدان به طور نادرست سخنانی مبنی بر اینکه سردار سلامی گفتند اگر اینها نبودند چه جنگی میشد و اگر این اتفاق نمی افتاد 10 میلیون جمعیت کشته می شدن و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد را به فرمانده کل سپاه نسبت دادن امری خلاف واقع و به دور از انصاف است. خب این اون تکذیبیه که سپاه پاسداران به صورت بسیار رقیق و با هزار ایهام در مورد این حرف ها زده. در اون مصاحبه‌ای که در BBC پخش شد من به نکاتیش اشاره میکنم که میفرمایند میگه حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جنباختگان پرواز 752 اوکراین علی خامنه ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی را مقصران اصلی در این پرونده می‌داند. او به BBC فارسی گفت که به جای این مقام‌ها 10 کارمند بی‌نام را انتخاب کردند که به این دادگاه بیاورند. محمود علیزاده طباطبایی
وکیل خانواده عده‌ای از جانباختگان هواپیمای اوکراینی هم در 4 آذر گفت که خانواده جانباختگان از مقام‌های دیگر نیز شکایت کرده بودند، اما به آن رسیدگی نشده یا منع تعقیب خورده و منع تعقیب به ما ابلاغ نشده است. خب چرا بعد از 2 سال این مصاحبه توسط روزنامه شرق به اصلاح طلب انجام میشه؟ BBC و ایران اینترنشنال و رسانه‌های فارسی زبان این رو پوشش میدن. متقاعد این سخنگوی سپاه پاسداران میاد یک تکذیبی رقیقی میدهد، داستان رو به اینجا میخواد بکشونه. اولا اینکه این سابقه وجود داره که شما عده‌ای رو بیاید نابود بکنید به بهانه اینکه یک اتفاق دیگری نیفتد. بله، این بازی از ابتدای 57 صورت گرفته. اینجاست که برای تولد سپاه پاسداران شما احتیاج داری کمولا و دموکرات بسازی. اینجاست که شما دولت موقت رو دور میزنی، با بودجه 120 میلیونی میای سپاه پاسداران درست میکنی تا توازن رو برهم بزنی. اینجاست که برات جنگ عراق رو میسازن تا تو بتوانی عراق رو فتح بکنی. تویی که ادعا میکنی تنها قدرتی که آیت الله خمینی دارد این است که مرجع تقلید شیعه است و اکثریت مردمان عراق هم شیعه هستند و تحت اشغال یک رژیم به نام رژیم متزلزل بعث بودند. رژیم بعث یک رژیم متزلزل بود. صدام حسین تازه قدرت را به دست گرفته بود. در پی کودتاهای یکی پس از دیگری، رژیمی که مجبور شده بود قرارداد جزائر را در چند سال پیش، نه دوران بسیار دوری، امضا بکند. شما توان انقلاب رهبرتان در بین شیعیان در عراق نداشت. با در اختیار گرفتن سرزمین ما و نیروی نظامی و ساختن سپاه پاسداران برای استقرار و استیلا بر این سرزمین، شما به این نمایش‌های جنگی احتیاج داشتید. محاسبات آمریکاتون درست از آب در نیامد. شما به بحران خوردید. حالا من کرونومتری این بحران‌هایی رو که شما خوردید رو مطرح می‌کنم. شما جنایت بزرگی به نام حلبچه انجام دادید. مورد معامله قرار دادید حلبچه را. صدام را مجبور کردید به این صلح. ما در تریبونال های دادگاه حلبچه به این اشاره کردیم. حالا من کرونومتری از اسناد خودتون براتون میخونم. خب، هواپیمای ایرباس رو کی زدن آمریکایی ها؟ 10 تیر 1367. شما کی قطعنامه 598 رو امضا کردی؟ 27 تیر 1367. یعنی این که اصلا در اون قدرتی نبودید که آمریکا مجبور بشه هواپیمای شما رو بزنه. چون الان بهت میگم وضعیت شما چطوری بود در این جبهه ها. بهتون میگم. خب ببینید، در سایت BBC مراد ویسی گزارشی از عملیات‌های سپاه پاسداران و عراق در طی جنگ کرده. من تیکایشو براتون میخونم. میگه که در این چارچوب در 28 فروردین 1367 عراق ابتدا با یک حمله سنگین فاو را پس گرفت و ایرانی ها را به آن سوی اروند رود برگرداند. در مرحله بعد در 4 خرداد 1367 تمامی مناطق تصرف شده از سوی ایران در عملیات کربلای 5 را دوباره تصرف کرد و نیروهای ایرانی را به پشت شلمچه عقب راند و حتی در مناطقی وارد خاک ایران شد. در مرحله سوم در 4 تیر 67
عراق در منطقه جزایر مجنون در هورالعظیم دست به حمله زد و کل منطقه جزایر مجنون را پس گرفت و در نهایت در 21 تیر ماه با حمله و پیشروی در منطقه عین خوش، موسیان و جنوب دهلوران ضمن تصرف دهلوران قرارگاه نیروی زمینی ارتش را در این منطقه نیز تصرف کرد که ضربه حیثیتی به ارتش به شمار رفت. یعنی این وضعیت شما بود در سال 67. آمریکا برای کمک شما این ایرباس رو زد یا بر ضد شما زد؟ حالا ادامه میدیم. در چنین شرایطی ایران برای مقابله با حملات عراق در جنوب مجبور شد تمامی مناطق اشغالی را در اطراف حلبچه و شمال عراق تخلیه کند. بدون شلیک یک گلوله سرباز عراقی شما در تیر ماه حلبچه رو تخلیه کردید. در چه زمانی؟ حالا برمیگردیم به اینکه شما چه اتفاقاتی براتون اتفاق میفته. شما کی قطعنامه 597 رو امضا میکنید؟ 27 تیر 67. خب خبرگزاری تصنیم، اینا رو از خودتون آوردم ها. اینه گزارش چرا صدام بعد از پذیرش قطعنامه 598 دوباره به ایران حمله کرد. قطعنامه 598 رو پذیرفتید، حالا صدام دوباره حمله میکنه بعد از 598. شما این وضعیتتونه که خیلی هم پررو بودید و ادعا میکردید کاری کردید. صدام برای چی اینقدر بهش داره فشار میاد؟ کی صدام رو وادار کرده صلح بکنه با شما؟ وگرنه صدام تا تهران رو میگرفت. کی صدام رو وادار کرد که با شما صلح بکنه؟ حالا به گزارش خبرنگار گروه تاریخ انقلاب خبرگزاری تصنیم، روزهای میانی تابستان سال 67 یکی از مهمترین روزهای تاریخ سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است. ایران در 27 تیر ماه قطعنامه 598 را یک سال پس از صدور آن پذیرفت، قطعنامه‌ای که عراق چند روز پس از صدور و یک سال زودتر از ایران پذیرفته بود. حالا گزارش تصنیم. اما ارتش بعث عراق 4 روز پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران مجدد به ایران حمله کرد و آغازگر تهاجم وسیعی در جنوب شد. نیروهای عراقی در دشت‌های جنوب و غرب اهواز خود را به جاده اهواز خرمشهر رساندند و خرمشهر را مورد تهدید دوباره قرار دادند. حمله مجدد عراق که از روز 31 تیر آغاز شد و تا 2 مرداد به طول انجامید، منجر به پیشروی 30 کیلومتری ارتش عراق در خاک ایران شد. 31 تیر تا 2 مرداد، 3 روز. معدود نیروهای ایرانی که در جبهه جنگ باقی مانده بودند، شما تو در 3 روز تخلیه کرده بودید جبهه رو. 4 روز بعد از 598 تخلیه کرده بودید. شما دارید سر مردم گول میمالید. چطوری 4 روز تمام نیروهاتون رو در پس یک آتش بس نیم بند تخلیه کردید؟ چطور خطوط دفاعی خودتون رو ول کردید؟ آقایان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران، شما ارباب آمریکاییتون به کمکتون اومد؟ چطوری میگی نیروها تخلیه کردن؟ خب داره میگه تخلیه کردن. بلافاصله با اجرای عملیات‌های دفاع سراسری و القدیر پرداختن که طی این 2 عملیات ضمن متوقف ساختن پیشروی دشمن پس از 3 روز تجاوز، نیروهای ارتش بعث عراق را به پشت مرزهای بین‌المللی بازگرداندند.
به گفته فرماندهان عملیات دفاع سراسری، این عملیات مجموعی از چند عملیات بود که بدون طراحی و برنامه قبلی اجرا شد. ارتش بعث عراق در روز 3 مرداد 1367 هم با نقض مجدد قطعنامه به مرزهای غربی کشور حمله کرد، اما این بار با هدف همراهی مجاهدین خلق به خاک ایران تجاوز کرد. نیروهای ارتش بعث تا گردنه پاتاق مجاهدین خلق را همراهی کردند که البته مجاهدین پس از چند کیلومتری پیشروی به دلیل ازدیاد خودروهای مردم در جاده اسلام آباد غرب در تنگه چهارزبر به سد نیروهای نظامی برخورد کردند که با اجرای عملیات مرصاد از سوی نیروهای نظامی ایران منافقین مجبور به فرار و عقب نشینی شدند. با اجرای عملیات مرصاد در 5 مرداد ماه 67 نیروهای ارتش بعث عراق را که تا گردنه پاتاق پیش آمده بودند و از شهر سلپرزهاب گذشته بودند پیش از عقب نشینی منافقین به مواضع قبلی خود بازگشتند. در مورد انگیزه های صدام برای حمله مجدد به ایران تحلیل های بسیار متفاوتی ارائه شده است. برخی معتقدند که صدام همچون روزهای اول جنگ به دنبال این بود که تا تهران پیشروی کند و نظام جمهوری اسلامی ایران را به سقوط بکشاند. کی جلو صدام رو گرفت؟ کی؟ شماهایی که با یک ترقه در کردن صدام حسین دوباره تا خرمشهر و اهواز و آبادان آمد. شما جلوشو گرفتی؟ یا بابا آمریکا گرفت؟ کی جلو صدام رو گرفت؟ صدام وقتی مجبور شد عقب نشینی بکنه، همین تحلیل صدام بود که در 3 مرداد به مجاهدین خلق اجازه داد که مجاهدین خلق بیاد و مجاهدین خلق تا دروازه های کرمانشاه آمد و اشتباه کردند، وگرنه تا تهران می رفتند. حالا برمیگردم به داستان حلبچه. اینا رو خوندم تا اون نمایش کارتونی از قدرت کارتونی شما برای مردمی که نمیداند آشکار بشه. دیدید که چقدر ضعیف بودید، دیدید که چقدر فاسد بودید، دیدید که هیچ توانی را نداشتید. کشتار مردم حلبچه، قیامتی کردن مردمان حلبچه تا به این دقیقه برای کی بود؟ با همکاری کی بود؟ شما، آمریکا، با فشاری که به رژیم بعث آوردید. اینی که داری میبینی که صدام حسین به این قطعنامه 598 دلخوش نیست. میدانه که میتواند تهران را بگیرد. ارتش رو تجهیز کرده، هواپیماهای پیشرفته روسی داره، موشک‌های الحسینش تا تهران میاد، قدرت بمباران تهران را دارد و میداند که شما را به راحتی پاک میکنه. چرا باید صلح بکنه؟ چرا بابا آمریکا به کمک شماها میاد که این سناریو رو بازی بکنه؟ این سناریو، تویی که در اوج ضعف و ناتوانی هستی. میگه آمریکا اعلام کرد که مین دریایی که به ناوش آسیب زده ایرانی بوده است. آنها گفتند مینهای دیگری در منطقه یافتند که مشخصاتشان با مینهای یافته شده در کشتی ایران اجر مطابقت داشته است. ایران گفت که منطقه برخورد مین به کشتی آمریکایی در نزدیکی بحرین مستمراً تحت کنترل نیروهای آمریکا و کشورهای عرب بوده و ایران امکان مینگذاری در آن را نداشته است. 4 روز بعد در 29 فروردین 1367 کی 29 فروردین 67 شما حلبچه رو گرفتی؟ وضع در جبهه‌های دیگر خیلی خرابه. صدام حسین داره پیشروی میکنه همینطوری که من بهتون گفتم. خب
نیروهای آمریکایی به انتقام برخورد مین به ناو ساموئل بی رابرت در عملیاتی به سکوهای نفتی در نصر و سلمان با قابلیت تولید مجموعاً بیش از 300,000 بشکه نفت در روز حمله کردند. ایران در واکنش به حمله آمریکا با استفاده از 2 ناوچه سهند و سبلان، قایق توپدار و جوشن و چند قایق تندرو به همراه 2 هواپیمای F4 تلاش کرد که به نیروهای آمریکایی ضربه بزند. نیروهای ایرانی توانستند 1 هلیکوپتر کبرای آمریکایی را سرنگون کنند که 2 خدمه آن کشته شدند. 1 کشتی تدارکاتی بریتانیا هم مورد حمله ایرانی ها قرار گرفت. شما در این جنگ دست پایین رو داری. امکان فتح تهران توسط صدام حسین موجود است. صدام حسین رو مجبور به صلح با شما میکنن، با نمایشی که از زدن شما آمریکا اجرا میکنه، با نمایشی که آمریکا میگوید در نفت رسانی اختلال ایجاد شده و ما تا به این تحمل این جنگ را نداریم، این جنگ را بایستانید. چرا بایستی صدام حسین در اوج قدرت دوباره با شما صلح بکنه؟ اینجاست که حلبچه‌ای که هیچ ارزش استراتژیک ندارد قرار است مورد معامله قرار بگیره تا شماها بتوانید مردمان این سرزمین را بترسانید. همونطوری که سلامی میگه که جلو 10 میلیون کشته را گرفتیم، همونطوری که هاشمی رفسنجانی گفت صدام حسینی که حلبچه رو زد اگر تبریز و تهران و اصفهان رو میزد چه کار میکردیم؟ حالا اسلحه شیمیایی اسلحه کشتار جمعی نیست، اسلحه خوب کشتار جمعی نیست، به خاطر اینکه در جریان جنگ جهانی دوم که استفاده ازش کردن بعضی مواقع باد این رو به طرف لشکری که از این اسلحه استفاده کرده بود می آورد و سربازان خودشون رو می کشت. اسلحه شیمیایی اسلحه ایجاد رعبه. اگر ما فکر کنیم که صدام حسین بمب شیمیایی به کار برد تا کشتار جمعی از مردم حلبچه بکنه، شهر حلبچه 70,000 نفر جمعیت داشت. در روز 16/3 طی دادگاه‌هایی که ما برقرار کردیم به گفته شاهدان عینی، اولا آمار 5,000 نفر درست نیست و آمار به چیزی حدود 1800 نفر تا 2400 نفر میرسه. این نکته اول. نکته دوم، مردمانی که هراسیده اند، ترسیده اند، رعب بر آنها حاکم شده و دارند با پاهای برهنه به طرف کوههای اطراف حلبچه و کوه شنروه میرن تا به طرف مرز ایران حرکت بکنند، خیلی عظیم جمعیتی رو ساختن که اگر صدام حسین قصد کشتار جمعی داشت با 1 تیربار بیکیسی و 1 هلیکوپتر میتوانست هزاران هزار کشته بگیرد. نه این کار نکرد مطلقا. اما جمهوری اسلامی فیلم های حلبچه را نشان داد. جمهوری اسلامی مردمان حلبچه زخمی شیمیایی را که تاولهای بزرگی بر صورت و دستان و شانه های خود و پشت های خود داشتند رو در شهرهای ایران نمایش داد. مثلا اینها را به کرمان برد بدون هیچ استحمامی، بدون هیچ عوض کردن و در قرنطینه قرار دادنی و مورد معالجه قرار دادنی، اونها رو به ایستگاه قطار کرمان برد. مردم کرمان رو به پیشواز و استقبال مردم حلبچه آورده بود، صرفاً به خاطر اینکه این وحشت رو در درون مردم ما درونی بکنند. در همون زمان در تهران سپاه پاسداران نمایش جنگ شهری و اصابت بمب شیمیایی رو به نام مانور شیمیایی برگزار میکرد تا این جنگی رو که اینا بهش گفته بودن جنگ تا رفع فتنه در عالم، اما در اصل جنگ تا استقرار اتوریته خمینی برقرار کردن. یا اون شعاری که میگفتن راه قدس از کربلا میگذرد، بایستی 1 توجیه پیدا میکردن جلو مردمی که 500,000 کشته داده برای هیچ
و ضعفی که دارند و اگر بابا آمریکا به دادشون نمیرسید تهران رو هم صدام فتح میکرد توجیه داشته باشند. بر کارنامه سپاه پاسداران و دولت ایرانی و ایالات متحده آمریکا نابودی مردم حلبچه را اضافه کنید. ما اینا رو دادگاه کردیم، سند کردیم تا در روز موعود اینها را به دادگاه مردم بکشانیم. ریز و درشت حرامزاده سپاه پاسداران و نوکران آنوسی یهودی کورپوریشن ایرانی. ماجرای هواپیمای اوکراینی ادامه خواهد داشت. عده‌ای از درون سپاه پاسداران را اخته می کنند و این داستان این ماجرا را تعقیب می کند طبق تحلیلی که ما از سالها پیش کردیم. خانم امجد، کدام قدرت پشت شماست؟ چرا 2 سال سکوت کردی؟ چرا اون عاطفه مادریت وقتی که شعار میگی کاشکی ما میمردیم بچه هامون نمیمردن باعث نشد فریاد بزنی؟ چه اتفاقی افتاده حالا بعد از 2 سال داری حرف میزنی؟ آقای سلامی، تو رو کی مجبور کرد بری این خانواده رو ببینی و از این حرفا بزنی؟ آقای سلامی، تو که خودت میدونی عددی نیستی و در قواره همچین پستی نیستی، کی تو رو برای این نمایش ها اونجا گذاشته؟ و اما برادران سپاهی ناموجود قانونی جنایتکاری که با تجاوز به وجود و هویت مردمان این سرزمین و آنچه که هویت سیاسی مینامند به نام قانون به وجود آمده اید، زندگی منحوس اکثریت شما در این پارادایم شیفت از بین خواهد رفت. عین سران ارتشی که عده‌ای از اینها را تیرباران کردند، همون بلا رو همسر شما میارند. بابا آمریکا خیلی میترسه که این ماجرا از دستش در بره. خامنه ای بسیار ترسیده است. به همین خاطر خیلی به شدت با شما برخورد میکنند و این ماجرا داره این داستان رو رقم میزنه. شما دارید شرایط وضعیت استثنایی برقرار میکنید تا بتوانید فراقانونی عمل کنید و دست به حذف‌های آنچنانی بزنید. ما اجازه نمیدیم از مردم ابزار بسازید، همون کاری که در 57 کردید، تا این شرایط استثنایی را سوار بکنید. ما این اجازه را نمیدیم و نمیذاریم این اتفاق بیفتد تا شماها مثل گرگ به جان هم بیفتید، به همدیگر رو پاره کنید. راهی جز پاره کردن همدیگر ندارید. ما نمیذاریم از مردمان سرزمینمان استفاده بکنید. به همین خاطر این مهمترین خبر هفته ها و ماهای گذشته بود. می رویم که تغییراتی در درون سپاه را مشاهده بکنیم. دولت ایرانی فکر می کند می تواند با عوض کردن اسم این مولود حرامزاده به نام سپاه پاسداران هیکل این سپاه رو حفظ بکنه، بدنش رو در یک جای دیگری ادغام بکنه، اما کل قدرتی رو که در دست گرفتن به صورت دیگری حفظ بکنند. نیروهای مسلح شما زیر مجموعه سپاه هستند، من جمله ارتشتان. ارتش از سپاه حرامزاده تر است، خائن تر است، خود سپاه است و ما نمیذاریم شماها با این مزک دوزک ها از این کارها بکنید. به اینها خواهیم پرداخت. شبتون خوش.